چیز خبری رو دقایق پیش خبرگزاری دانا یا بهتر بگم شبکه اطلاع رسانی دانا که همچنان معتبر نیست منتشر کرده، مبنی بر اینکه شهرام جزیری در حین خروج غیرقانونی از کشور بازداشت شده و یک جزئیاتی گفته که با هم دیگه میخونیم. البته هنوز خبر تایید نشده از دید برنامه پشت پرده و گویا این یکم بازی رسانه‌ای، اما اونطوری که شبکه اطلاع رسانی دانا گفته شهرام جزیری به دلیل مسائل اقتصادی محکوم شده بود و به هنگام خروج غیرقانونی از کشور بازداشت شده. بر اساس این گزارش جزیری قصد داشته در پوشش مهاجران افغان که البته بعید هم میدونیم از مرز ماکو از کشور خارج بشه که توسط مأموران مرزی شناسایی و بازداشت شده. انگیزه جزیری برای این اقدام مشخص نیست و همکنون در اختیار مأموران نیروهای مرزبانی قرار گرفته. البته چیزی که مشخصه با اون ثروتی که شهرام جزیری داره بعید میدونم بخواد حالا با پوشش حالا مثلا یک مهاجر افغان بخواد از کشور خارج بشه، یا اینکه چیزی که مشخصه در مرزبانی ها خیلی از این افراد راحت میشه با پول خریدشون، اما هنوز جزئیاتی بیرون نیامده و هنوز خبر تایید نشده. اما به واسطه داغ بودن خبر ما خبر رو منتشر کردیم از قول پایگاه اطلاع رسانی دانا. بعد ببینیم که تا ساعات آینده یا روزهای آینده خود شهرام جزیری یا اطرافیان ایشون چه واکنشی رو نسبت به این قضیه نشون خواهد دادند. البته باید بگیم که شهرام جزیری عموما و اصولا آدم بدشانسیه و همیشه این فرار میگیرنش و اون فیلم قدیم فرارش هم خب حتما خیلی از دوستان میدونن و باید ببینیم که در ساعات آینده یا روزهای آینده چه اتفاقی میفته. مرسی.